معروفترین خیانتکاران تاریخ ایران چه کسانی بودند؟ 1. سلمان فارسی بزرگترین خیانتکار تاریخ ایران بود که با خیانت به یزدگرد و سلسله ساسانیان باعث قتل عام شمار زیادی از ایرانیان شد. 2. چوپانی که مسیر رسیدن به مخفیگاه آریوبرزن را به اسکندر مقدونی نشان داد و باعث کشته شدن آریوبرزن و یارانش شد. 3. افشین آذری خیانت به دوست خود بابک خرمدین و کشته شدن بابک و یارانش بعد از 22 سال مبارزه برای وطن به دست خلیفه عباسی. 4. کوهیار کارنوندیان خیانت به برادرش مازیار که باعث کشته شدن او و یارانش شد. 5. حاج ابراهیم کنانتر خیانت به لطفعلی خان زند که قاجار را به قدرت رساند و در آخر به دست قاجاریان به هلاکت رسید. 6. شیرویه پسر خسرو پرویز که با به قتل رساندن پدرش و برادرانش خیانت بزرگی به ساسانیان کرد. 7. محمد قلی خان افشار فرمانده نگهبانان نادرشاه که با به قتل رساندن نادرشاه خیانت بزرگی به ایران کرد. نظر شما چیه؟ یه فرد خیانتکار هم شما برامون بنویسید.